سلام، طاهری سفر هستم و اخبار امروز دوشنبه 3 اپریل را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم میکنم. در ابتدا سرخطی چندی از خبر و گزارش ها. روسیه پروازی هواپیماهای شرکت سامان ایر به شهر مسکو را منع کرد. جنجال هوایی بین تاجیکستان و روسیه دیگر باره اوج گرفت. رستم امامعلی رئیس شهر دوشنبه در انتخابات شهری پیروز شد و وکیل مردمی پایتخت انتخاب شده است. یگان عرض و شکایت نه در کمیسیای участковی، نه در حوزه انتخاباتی، نه به کمیسیای انتخاباتی شهری تا حالا وارد نشده است و هم در وقت جریانش نبود. طالبانی که بر روند صلح افغانستان همراه شدند ادعا دارند که روسیه بعضی فرماندهان طالب را با اسلحه تامین می‌کند. پیش از این من در صف طالبان بودم. سبب آمدنم این است که طالبان از روسیه کمک گرفتند. تفصیل خبرها. مقامات روسیه پرواز هواپیماهای شرکت خصوصی سامان ایر به شهر مسکو را منع کردند که این بیشک برای مسافران و به خصوص مهاجران تاجیک مشکلات زیادی می آورد. سامان ایر روز 3 اپریل گفت وزارت نقلیات روسیه آنها را رسما آگاه کرد که شرکت حق ندارد از همین روز در خط سیر دوشنبه مسکو و خوجند مسکو پرواز انجام بدهد. جنجال بین روسیه و تاجیکستان درباره پروازها به قلمرو همدیگر 2 ماه باز است ادامه دارد و همکار ما مردان محمد در این باره گزارش می دهد. وزارت نقلیات روسیه دلیل این اقدام را به اجرا نشدن تعهدات تاجیکستان در مورد پروازهای شرکت هواپیمایی عمل روسیه از فرودگاه ژوکووسکی به شهرهای دوشنبه و خوجند ربط داده است. این وزارت با پروتکل گفت و شنودها میان نهادهای هواپیمایی روسیه و تاجیکستان از 27 ژانویه سال جاری اشاره کرده است که در آن به شرکت عمل اجازه 4 پرواز از ژوکووسکی به شهر دوشنبه و 3 پرواز به شهر خوجند پیش بینی شده بود. در همین حال شرکت سامان ایر روز 3 اپریل ضمن یک بیانیه گفت که 7 پرواز شرکت سامان ایر از مسیر دوشنبه مسکو و دوشنبه خوجند که در طول هفته انجام میشد لغو شده است. این شرکت از مسافران عذرخواهی کرده و گفته است که پول چیپته به طور پورا برگردانده خواهد شد. ماجرای هوایی میان تاجیکستان و روسیه بعد آن برخاست که تاجیکستان در آخر سال گذشته با پرواز هواپیماهای شرکت عمل از فرودگاه ژوکووسکی ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه و خوجند اجازت نداد. جانب تاجیکستان گفت در پروتکل تنظیم پروازها که روز 7 نوامبر سال گذشته در شهر مسکو امضا شده بود، پرواز هواپیماهای شرکت عمل با تاجیکستان پیش بینی نشده است. اما وزارت نقلیات روسیه این را رد کرده روز 28 دکبر پرواز هواپیماهای شرکت سامان ایر تاجیکستان را با بعضی شهرهای منطقوی کشور به استثنای مسکو و سن پترزبورگ قطع نمود. در ماجرای تنظیم پروازها میان تاجیکستان و روسیه اساساً مسافران رنج میبرند. مثلا صبح امروز بیش از 100 مسافر نتوانستند توسط هواپیمای سامان ایر به سمت مسکو پرواز کنند و برنامه آنها به هم زدند. مردان محمد، رادیو صوفی، آزادی، دوشنبه. و در دوشنبه مقامات انتخاباتی گفتند که رستم امامعلی شهردار پایتخت در انتخابات مجلس شهری تقریباً 85% رای مردم را به دست آورد و پیروز شد. پسر امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ماه انور شهردار دوشنبه تعیین شد و در این مقام محمد سید عبیداللهیف را عوض کرد که او تقریباً 20 سال گذشته رهبری پایتخت را بر عهده داشت. میرزا نبی خالقزاد درباره انتخابات به مجلس شهری گزارش می‌دهد. انتخابات برای کرسی‌های خالی شده مجلس شهر دوشنبه دیروز 2 اپریل برگزار شد و امروز کمیسیون انتخاباتی شهر دوشنبه نتیجه این انتخابات را اعلام کرد که نامزدها از جمله آنهایی که وارد کارزار انتخاباتی شدند رستم امامعلی از طرف حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، حکمت الله سیدیان از حزب دموکراتی تاجیکستان و فضل‌الدین اکراموف از حزب اگراری تاجیکستان نامزدها پیشنهاد شده بودند که در نتیجه رستم امامعلی با گرفتن 84.80% و سیدیان با 2.65% و اکراموف با 7.81%
صاحب این رای ها شدند که در نتیجه رستم امامعلی پیروز شد و صاحب کرسی مجلس شهری دوشنبه انتخاب شد. همچنین نامزد دیگر از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان زبیدزاده نیز پیروز شد و صاحب کرسی مجلس شهری شد. همینطور دو نامزد حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در این انتخابات پیروز شدند و صاحب جایهای خالی شده مجلس شهری دوشنبه انتخاب شدند. در حوزه انتخاباتی رقم 25 86 از 162 فایز انتخاب کنندگان اشتراک کردند. نامزدی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در حوزه انتخاباتی رقم 25 خیلی که میگویند غالب دانسته شد. همچنین روز یکشنبه در نواحی شهر دوشنبه انتخابات برگزار شد که در همه آنها نامزدهای حزب حاکم رای بیشتر گرفتند. تمام تدبیرهای اندیشیدن تا که با مقصد وانمود کردن انتخابات دموکراتی با اشتراک نمایندگان حزب‌های اداره شونده و نامزدهای دیگری قبلا موافقه شده وارد انتخابات شدند، دیگر نتیجه را انتظار شدن ممکن نبود. از جمله در انتخابات میان دوره ناحیه شامنصور نامزد حزب خلق دموکراتی نظام حکیمزاده با گرفتن حدود 74% رای بر رقیب خود نامزد حزب سوسیالیستی تاجیکستان عنایت داداجانوف که 18.7% آواز گرفته از دست بالا شد. در حوزه 4 ناحیه سینان نصرت الله سلیمزاده سابق وزیر تندرستی حدود 75% رای انتخاب کنندگان را صاحب شده بر نامزد حزب اصلاحات اقتصادی غالب شده است. در انتخابات حوزه 23 ناحیه سامانی باشد دو نامزد با هم رقابت کرده. در اینجا هم نماینده حاکم بازار علی حیاتزاده با گرفتن 73.97% رای مردم و در حوزه 24 همین ناحیه سمی شریف سابق رئیس برق تاجیک با گرفتن 74% رای غالب انتخابات دانسته شدند. میرزا نبی خالقزاد شادمان یتیم رادیو آزادی دوشنبه. گزارش مفصل ما درباره انتخاب وکیلان به مجلس شهری و ناحیه‌های پایتخت در وبسایت azadi.org قابل دریافت است. حالا رو می‌آوریم به انتخابات در ارمنستان که بعد از اصلاح قانون اساسی کشور بار اول برگزار شد. دیروز هنگام تهیه گزارش انتخاباتی در محله کاندی در پایتخت ارمنستان خبرنگاری بخش ارمنی رادیو آزادی مورد حمله قرار گرفت. در این محله یریوان یکی از قرارگاه‌های حزب حاکم جمهوری خواه جایگیر است که در آن با قول بعضی از شارحان خریدن آوازها مشاهده شده است. با خبرنگاری دوم رادیو آزادی نیز که در بیرون قطعه رایدهی بود طرفداران حزب حاکم حمله کردند و امکان ندادند که نوار بگیرد. طبق آمار ابتدایی در انتخابات پارلمانتی دوم اپریل حزب جمهوریخواه پرزیدنت ارمنستان سرژ سارگسیان پیش دست بوده حق تشکیل حکومت نو این کشور را به دست آورده است. بر اساس سرقانون نو ارمنستان قدرت تحت نظارت سروزیر قرار گرفته پرزیدنت صلاحیت‌های رمزی خواهد داشت. مخالفین میگویند هدف از رفراندوم ماه دکبر سال 2015 تمدید حاکمیت رانی پرزیدنت 62 ساله بود. ولی سارگسیان که رهبری حزب حاکم جمهوری را بر دوش دارد این عیبنامه را رد میکند. او دو دفعه پرزیدنت ارمنستان انتخاب شده است و سال آینده دور دوم ریاست جمهوریش به پایان میرسد. با قول مخالفین اکنون سارگسیان میتواند در سال 2018 هم سروزیر کشور شده باز هم در سر قدرت ماند و یا فردی زیر نفوذش را به مقام سروزیری پیشبری کرده دولت را زیر نظرش نگه دارد. نتیجه های پیشکی انتخاباتی نشان دادند که حزب حاکم تخمیناً 50% رای ها را به دست آورد که نسبت به انتخابات قبلی 5% کمتر است. ائتلاف رو به مسکو زیر رهبری صاحبکار گگیک سروخیان جنبش مخالف الک و حزب دشنکت ستون 5% ضروری برای ورود به پارلمان را عبور کردند. معرکه ترغیباتی انتخابات 5 مارس آغاز یافته بود. سفارت ایالات متحده آمریکا در ارمنستان، اتحاد اروپا و چند کشور دیگری اروپایی از آن نگران بودند که در این معرکه حادثه‌های فشار بالای رای دهندگان به اصطلاح خریدن آواز و استفاده وسایل معمولی به نفع بعضی حزب‌ها مشاهده شده است. دادستانی کلی ارمنستان ابراز داشت که 220 شکایت تقلب در آوازدهی را تفتیش می‌کند. طبق گزارش‌ها تجهیزات نوی تشخیص رای دهنده خوب کار نکرده حتی پرزیدنت ارمنستان را نشناخته است.
موضوع بین المللی را ادامه می‌دهیم. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان ضمن سفر به استرالیا با مقامات بلندپایه این کشور از جمله گنرال گوبرناتور این کشور پیتر کاسکروف ملاقات کرد. بازدید روز 3 اپریل شروع شد و قرار است اشرف غنی با مالکولم تورنبول نخست وزیر استرالیا هم ملاقات کند. امنیت در افغانستان یکی از مسائل مهم ملاقات ها می شود. سال گذشته استرالیا وعده داد که تا سال 2020 نیروهایش را در افغانستان نگه می‌دارد و کمک به حکومت افغانستان را نیز همچنان ادامه می‌دهد. در آستانه سفر اشرف غنی به استرالیا دو گروه بزرگ طالبان در روز 31 مارس بر روند صلح در افغانستان همراه شدند و همکارم خیرمان بخازاده در این باره گزارش می‌دهد. اینها جنگجویان سابق طالبان هستند که آخر هفته گذشته در ولایت بلخ گفتند جنگ با حکومت را بس می‌کنند و به روند صلح همراه می‌شوند. دو فرمانده طالبان روز 31 مارس با 10 نفر از افراد مسلحشان به مقامات بلخ عهد آشتی دادند. فرماندهان خان محمد چریک و دعوا خان در اختیارشان 100 نفری فرد مسلح داشتند. آنها میگویند که عهد بستن طالبان با روسیه سبب روی آوردنشان به صلح شده است. پیش از این من در صف طالبان بودم. سبب آمدنم این است که طالبان از روسیه کمک گرفتند. خان محمد چریک ادعا دارد که ملا هیبت الله رهبر گروه طالبان با روسیه یادداشت امضا کردند و از آنها کمک میگیرند. فعلا بچه تایر یولداشت به نام کسی شما در نام شنیده باشین در ولایت سرپل فعالیت میکنه با 600 نفر مسلح که در رد خودش است. ایره تمام افغانستان آگاه است. از پاکستان هم پشتیبانش است. ولی فعلا در پشت پاکستان روس هم سرباری شده. روسیه هر گونه کمک نظامی به طالبان را رد کرده است، ولی الکساندر گروشکو نماینده کشور در ناتو روز 31 مارس گفت روسیه با طالبان تماس برقرار کرده است و آنها را به صلح در افغانستان مایل نماید. روز یکشنبه هزاران دانشجوی مجارستانی و خارجی در شهر بوداپشت به طرفداری از دانشگاه زیر سرپرستی جورج سوروس راهپیمایی کردند. حکومت مجارستان می‌خواهد فعالیت دانشگاه اروپای شرقی را که جورج سوروس سرمایه‌گذار آمریکایی مجارستانی اصل سرمایه‌گذاری می‌کند قطع نماید. دانشجویان و استادان اقدام حکومت را حمله به آزادی بیان خواندند. حمله به دانشگاه اروپای شرقی، حمله به دموکراسی ما، حمله به آزادی اکادمی و تحصیل عالی است که مردم سراسر دنیا به آن سزاوار هستند. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان یکی از مخالفان سرسخت سازمان‌های غیرحکومتی بنیاد کرده سوروس است و میگوید دانشگاه اروپای شرقی بر خلاف قانون دیپلم می‌دهد، ولی دانشگاه این ادعا را بی‌اساس می‌شمارد. و جهانگیر مجیدوف پهلوان نورس تاجیک در مسابقه بین المللی جودو و یا جودو در روسیه مقام اول را گرفت. مسابقه بین نورسان برای به دست آوردن جام اروپا در شهر تولا برگزار شد و جهانگیری 17 ساله همه رقیبانش را شکست داد و مدال طلا را از آن خود کرد. جهانگیر مجیدوف پهلوان نورس تاجیک در جام جودوی اروپا بین نورسان که روزهای 1 و 2 اپریل در شهر تولا روسیه برگزار شد مدال طلا به دست آورد. در جام اروپا آید به جودو بین نورسان در تولا 323 ورزشکار از 16 کشور اشتراک داشت. جهانگیر مجیدوف در رقابت‌ها در وزن زیر 81 کیلوگرم بعد 3 پیروزی بر منصور لارسنوف روسیه، ایزباسار ارالیوف قزاقستان و رزمیک براوی روسیه به فینال برآمد. او در قوازمایی نهایی گوچا گواچلیانی را از گرجستان شکست داد با مدال طلا سرفراز گشت. جهانگیر مجیدوف پهلوان 17 ساله تاجیک در ریتینگ یا رده‌بندی جهانی جودو در وزن تا 81 کیلوگرم میان نورسان با 341 امتیاز مقام اول را کسب کرده است.
او از اویله پهلوانان مجیدوف می باشد. برادر بزرگ او خورشید مجیدوف 2 سال پیش قهرمان و برنده جام آسیایی به جودو میانی نورسان در وزن بیش از 90 کیلو برنده جام اروپا بین نورسان گردیده بود. و برنامه ما به پایان رسید. خدا نگهبان.